این کتاب رو دوستان عزیز اگر که بتونن نمایش بگذارن، این کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه او خراسانیه، شیخ حسین آل عصفور از علمای بزرگ شیعه هست. این در صفحه 147 این کتاب. بل اخبارهم علیهم السلام، روایات و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تنادی فریاد میزند به ان الناصب، که ناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. درست. ناصبی کی است؟ ناصبی کسی است که در نزد آنها به سنی مشهوره، سنی مشهور است. پس سنی ناصبی هست. درست. در اینجا در پاراگراف بعدی میگه ولا کلام، هیچ حرفی نیست، فی ان المراد بالناصبه هم اهل التسنن. میگه هیچ دیگه جای بگو مگو نیست، بحثی نیست که مراد از ناصبه کیا هستن؟ کسانی هستن که بهشون اهل تسنن گفته میشه. دوستان اگر عزیز اگر لطف کنن کتاب نشون بدن. الشیعه هم اهل السنه، شیعه همون اهل سنت هستن. کتاب آقای تیجانی، دکتر محمد تیجانی السماوی، در صفحه 161 پاراگراف آخری میگه که از تعریف بی‌نیازه که ما خواسته باشیم تعریف کنیم به ان مذهب النواصب هو مذهب اهل سنت و الجماعه. مذهب نواصب مذهب اهل سنت و جماعت است. در مورد نواصب در اینجا یک مطلب دیگری هم هست دوستان اگر این رو نشون بدن. این هم از کتاب تحریر الوسیله است از آقای خمینی، همون چاپ قدیم، در صفحه 318 در اینجا میگه که والاقوى، و چیزی که قوی هست، قوی تر، الحاق الناصب به اهل الحرب. ناصبیا اهل حرب هستن، یعنی همین اصطلاح محاربی که امروز در ایران هر کسی به عنوان محارب اعدام میکنن، بهش تجاوز میکنن. فی اباحه ما اغتنم منهم و تعلیق الخمس بهی، چیزی که از اونها گرفته میشه مالشون غنیمت محسوب میشه، باید خمسش هم پرداخته بشه. درست. ادامه جالبه. بل الظاهر جواز اخذ ماله عین وجد و به ای نحو کان، بلکه جایز است که مال ناصبی رو بگیری. حالا ناصبی کی است؟ همون سنی. درست. حسین آل عصفور گفت که اجماع دارن همه بر این که ناصبی کی است. اخبار ائمه دلالت میکنه. ناصبی کسی است که به اون میگن سنی. در اینجا خمینی چی میگه؟ بل ظاهر جواز اخذ ماله عین وجد، هر جا که مال ناصبی رو پیدا کردی بگیر، و به ای نحو کان، ولو اینکه دزدی باشه. این ولو اینکه دزدی باشه من میگم، چون به ای نحو کان اون مطلق گفته، مقیدش نکرده. مقید نکرده. یعنی هر طوری که سرش کلاه گذاشتی، دزدیدی، خیانت بهش کردی، به هر قصد بود، کشتیش، مالشو بردی، هر طوری که شده مال ناصبی رو که بیاری بر تو چی است؟ حلال است. و وجوب اخراج خمسهی، خمسش بود در این همه عبادت بزرگ کردی که یک ناصبی رو کشتی یا مالش رو دزدیدی، به هر طریقی که این مال رو به دست آوردی باید که خمسش رو در بیاری. شما آخونده دیگه حالا سهمش رو حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرستی تا شبکه زلالت رو راه اندازی بکن.